زد و خورد بین سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان 20 کیلومتر دورتر از مرکز واروخ روی داده است. صادرات زردآلوی خشک ختلان به خارج. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان اولین مرتبه در تاریخ صاحب راه خط به بازی‌های نهایی جام آسیا 2023 شد. به گفته رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت، مناقشه صبح 14 ایون در مرز تاجیکستان و قرقیزستان قریب 20 کیلومتر دورتر از مرکز واروخ روی داده است. احمدزاده بر رادیوی آزادی گفته است در آنجا قریبی ساعت 6 صبح 5 دقیقه نافهمی به میان آمده تیرپرانی شده است. او افزوده حالا مفتشان دادستانی حربی سوخت و دادستانی نظامی قرقیزستان حادثه را تحقیق دارند و گروهی کاری معین می‌کنند که سبب تیرپرانی چیست. به اطلاع منبع خبر رئیس ولایت سوخت از این بیشتر معلومات نداده است و همچنین کشته شدن یک مرزبان تاجیک را در سرحد تصدیق یا رد نکرده است. این در حالی است که بنا به اطلاع منابع پیام در مناقشه روز 14 ایون یک مرزبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. همچنین رسانه‌ها درباره 3 زخمی خبر داده‌اند، اما مقامات تاجیکستان به طور رسمی شرح نمی‌دهند. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید در مناقشه صبح یکشنبه یگان نظامی آن کشور کشته نشده‌اند. درباره زخمیان از طرف قرقیزستان چیزی گفته نمی‌شود. به اطلاع مقامات قرقیزستان فعلا در منطقه بولکبشی بادکند ملاقات نمایندگان مرزبانی دو کشور جریان دارد. در 10 روز آخر این مناقشه دوم در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است. دو کشوری بالا آبی آسیای مرکزی سالها باز نمیتوانند بخشی از سرحد خود را معین و نشانه گذاری کنند. کوپراتیو استحصالی تجارتی بهبودی در ناحیه کوشانیانی ختلان 700 تن زردآلوی خشک شده موافق به استانداردهای بین المللی را برای خریداران خارجی پیشنهاد کردن است. فعلا رهبریت کوپراتیو استحصالی تجارتی بهبودی تنها با شرکت اسفرافود از ولایت سوخت همکاری داشته نقشه دارند که تا 400 تن زردآلوی خشک به این منطقه کشور انتقال دهند. رحمت الله صداللهیف رهبر این شرکت به یک رسانه محلی گفته است که بعد وارد کردن تجهیزات استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی به آماده کردن 700 تن میوه خشک در یک سال و آن هم موافق به استاندارد بین المللی شرکت اقتدار پیدا کرد. حالا در این کارگاه بیش از 20 نفر موسمی فعالیت دارند. کوپراتیو استحصالی تجارتی 60 سهامدار دارد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نوابسته از نتیجه دیدار امروزه با قرقیزستان اولین مرتبه در تاریخ صاحب راه خط به بازی‌های نهایی جام آسیا 2023 شد. در این باره بعد از آن معلوم شد که تیم فلسطین بر تیم فیلیپین با حساب 4-0 پیروز شد. در مرحله انتخابی همگی 6 گروه از 4 دسته عبارت است. طبق نظامنامه دسته‌هایی که 2 جای اول را می‌گیرند به دور نهایی راه می‌یابند. در قسم نهایی 24 دسته شرکت می‌ورزند. الکی 13 دسته به آن راه یافتند. به این ترتیب در مرحله کنونی انتخابی با قرار کنفدراسیون فوتبال آسیا یک دسته که در بین آنهایی که جای دوم را اشغال می‌کنند کمترین خال به دست آورده است از شرکت در این مسابقه خارج کرده شود. فیلیپین 4 امتیاز و تاجیکستان 6 امتیاز دارند. از این رو اگر تیم تاجیکستان در بازی امروز مغلوب شود هم به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه می‌یابد. در تیم ملی قرقیزستان نیز همین احوال است. همین طریق واخوری در پیش ایستاده این حریفان تنها رسمیت خواهد بود، ولی کمانده ها برای آبروی خود مبارزه برده کوشش میکنند که در گروه جای یکم را اشغال کنند. قبلا منتخب تاجیکستان بر تیم های میانمار با حساب 4-0 و سنگاپور با حساب 1-0 پیروز شده بود. بازی دسته های منتخب تاجیکستان و قرقیزستان در ورزشگاهی به نام دالان آمرزاقا و بیشکک ساعت 20 به وقت دوشنبه آغاز می شود. پخش مستقیم این بازی توسط شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال نمایش داده می شود. همه بازی‌های گروهی امروز به انجام می رسند. به چمپیونات آسیا بجز از تاجیکستان و قرقیزستان، ازبکستان، تایلند، گانکونگ، هندوستان، بحرین نیز راه یافتند. قسمت نهایی چمپیونات آسیا از 16 ایون تا 16 ایول سال 2023 برگزار می شود. قرار درباره در کجا برگزار شدن جام آسیا 2023 در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 17 اکتبر قبول می شود. قبلا آن در چین برگزار شده بود،
اما آن کشور از میزبانی مسابقه خودداری کرد. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر، برنامه‌های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای پیام تیوی پیگیری کنید.